خاندایی ما گفته باز یه برنامه کلاسدار ردیف کنیم. ما هم گفتیم به چشم. حالا میخوایم دیبیت را بندازیم. سوال اینه که عظما و مموتی چرا هی قاط میزنن؟ این سوال دقیقاً متناسبه با این زمان. بابا صبر کن بزنیم بابا خودش بگه حرفش چیه که اینجوری جفتک میزنه. باید اقتصاد از یه نقطه مدیریت بشه. این باید مشخص بشه کی مدیریت میکنه. به 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 به، معلومه که پیزور زیر پالونت گذاشتن. حرفای گنده تر از دهنت میزنی. خود این بحث من عرض میکنم که فی نفس این قسمتش حالا خیلی شاید ارزشی نداشته باشه، یعنی در حد مثلا فرض کنید که لطیفه است. چی لطیفه است؟ طرف جلوبندی عظما رو آورد پایین، میگه رئیس منم. ناظر حق نداره بگه چرا اینجوری کردی اینجوری نکردی. ناکس، تو هم فهمیدی عظما زرتش قمصور شده، میخوای آشو با جاش بخوری. طرف پاک صابخونه شده. وقتی ازت گرفتن میفهمی مال خودت نبوده. سرایداری در خانه نشسته بود خیال میکرد که خونه خودشه. وقتی مالک گفت ما به این خونه کار داریم، متوجه شد تازه که مالک نبوده، سرایدار بوده. خاندایی ما میگفت گرگ که پیر بشه رقاص سگ میشه. حالا دور از جون گرگ و سگ حکم این دوتاست. خب بله میشه، هرچی بگن ما تسلیمیم. ما که دیوار کوچکتر از ما تو کشور که نیست، هر کی کم بیاره میزنه تو سر دولت. ببینید حالا اینا البته طبعا مضحکه، خنده داره، ولی بحث بنده بر سر اینه که چه فضایی وجود داره که این حرفا رو جا بهش میده، میدان بهش میده، به گونه‌ای که شما ببینید مثلا پیرامون همین مسئله آمدن و فیلم ساختن. یادم میاد حدود 3 سال پیش بود. این فیلم جدایی عنتر و عظما رو میگی؟ نه بابا 3 سال نبود، همین پارسال ساختنش. میگن 2 تا اسکار هم گرفته. خب بگذاریم حاجی، تو این نظام رئیس جمهور مثل چیه؟ مثل این چراغه، برق ولایتی که روشنش میکنه. حاجی نظر تو چیه؟ چرا مموتی این حرفا رو میزنه؟ این مالک انسانیه که دیگه خسته شده از وراجی، از مزخرفگویی، از لاتائلگویی، از خیال بافی. نمی‌کنید؟ انسانی که خسته شده حالا میخواد چیز جدید درج بکنه. یعنی واقعا هر دو بیایم به طرف بحث حقایق. تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه نداره. میگم اگه عظما این جفتک زدن این یارو رو ببینه چه کارش میکنه؟ میفرستش تو از فل و سافلین، بیمی هم نداره. اگر بخواد نخواستم اون که نخواست چه میشه؟ اوش نمیخواد بگی بابا، اوضاع بیریختر از این که هست میشه. نه بابا، به ما دیبیت و مناظره نیومده. اینجا خر رو میخوره، البته دور از جون حاجیت که توسن شماست.